بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. تا هنوز هم به ادامه حدیث ما از کتاب القدر لامام الفریابی هستیم. اثری که امام فریابی به سندش از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت میکند که گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیت عملنا هذا على امر قد فرغ منه ام على امر نستقبله؟ که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این اعمال که ما میکنیم به چیز هست که خلاص شده هست، یعنی نوشته شده هست و تمام است، یا به امر که خود ما را کسب میکنیم و سبب ایجاد از اون میشیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که بل على امر قد فرغ منه، بل به امر که تمام شده هست و نوشته شده هست و قدر شده هست و از او خلاص شده است. یعنی الله متعال خلاص شده هست از اعمال بندگان، از نوشتنش و از علمی که گذشته از علم الله متعال. و در روایت دیگر از که یا عمر لا یدرک ذاک الا بالعمل، که همو یعنی جنت و دوزخ حاصل نمیشه الا به عمل. عمر رضی الله عنه گفت که خیلی چرا عمل میکنیم یا نبی الله صلی الله علیه وسلم؟ یعنی وقتی که قدر نوشته شده باشد، اعمال ما نوشته شده باشد، از او خلاص شده باشد از اعمال، یعنی هر کس عمل خود را میکنه دیگه، ضرورت به عمل چی است و هر کی برای خود روان است. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که کل لا ینال الا بالعمل، که هیچ چیز بدون عمل به دست نمیاد و حاصل نمیشود. عمر رضی الله تعالی عنه گفت که پس ما اجتهاد میکنیم، یعنی زیادتر کوشش میکنیم با کسب عمل و با کثرت عمل. و قبل كل لا ينال الا بالعمل، یعنی نه جنت و نه هم جهنم، هیچ یکی از اینا بدون عمل حاصل نمیشود. و این عمل هم که الله متعال قدر کرده است و نوشته است. پس اهل جنت عمل اهل جنت را میکنند خامخا و اهل جهنم عمل اهل جهنم را میکنند خامخا، و هر کی همو عمل را میکند که برایش میسر شده است و برای از همو خلق شده است. اهل جنت عمل اهل جنت و اهل جهنم عمل اهل جهنم. و در روایت دیگر سرقه رضی الله تعالی عنه گفت که پس چرا عمل میکنی یا نبی الله صلی الله علیه وسلم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که کل عامل میسر لعمله، که برای هر عمل کننده همو عمل میسر است که برای او همو عمل نوشته شده است، از عمل اهل جنت یا از عمل اهل جهنم. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که ابن الخطاب فكل ميسر، اما من كان اهل السعاده فانه يعمل للسعاده، واما من كان من اهل الشقاء فانه يعمل للشقاوه. که برای هر کس آسان شده است و میسر شده است برای اهل سعادت عمل اهل سعادت و عمل اهل سعادت را میکند، و اهل شقاوت بدبخت ها عمل اهل اشقیا را میکند و همو عمل برایشان آسان شده است. و حدیث دیگری که امام فریابی از ابی درداء رضی الله تعالی عنه به سندش نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که خلق الله تعالى آدم حين خلقه فضرب كفه اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كأنهم ذر. که الله متعال وقتی که آدم علیه السلام را خلق کرد به دست راست خود زد با پشت آدم علیه السلام و در روایت با شانی آدم علیه السلام و خارج ساخت تمام اولاد آدم علیه السلام را به مثل ذرات و مثل به ذرات سفید روشن و نورانی. و امیر رقم به دست دیگر خود زد الله متعال، خارج ساخت اولادش را از اهل شقاوت و اهل بدبختی و اهل جهنم، که نبی صلی الله علیه وسلم میگه که انهم حمم یعنی زغال سوخته سیاه، به مثل زغال سوخته سیاه اولادش را بیرون کشید و اونا از اهل جهنم هستند. چیزی که به دست راستش بود از اولاد آدم علیه السلام گفت اینا به جنت هستند ولا ابالی، یا پروا یا باک هم ندارم. و اونانی که به دست دیگر الله متعال بود گفتن که اینها هم به جهنم ولا ابالی، که باک هم ندارم. این حدیث که اختلاف از صحتش بغض النظر از ذکر اختلاف و صحت حدیث، چرا الفاظ حدیث از طریق دیگر ثابت است و این صحیح است که الله متعال پشت آدم علیه السلام را مسح کرد و اولادش را گرفت. به آدم علیه السلام گفت که انتخاب کو، گفت کدامش انتخاب کنم؟ مثل که در اول حدیث گذشت گفت دست راست انتخاب میکنم و هر دو دست راست است یا رب. الله متعال گفت که اینا رو به جنت خلق کردیم و اینا رو هم به جهنم. و موضوع دیگری که دست الله متعال است میگیم که ایمان داریم که الله متعال دارای دو دست است بدون تأویل و تشبیه و ثابت میکنیم معنی دست را غیر تفویض و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و ایمان داریم که هر دو دست الله متعال دست راست است بدون تشبیه و تأویل و تفویض. و در وصف دست چپ الله متعال اختلاف است. از جمله امام عثمان بن سعید الدارمی رحمه الله تعالی ثابت کرده است که الله متعال دست چپ است، ولیکن نه اینکه ضعیف باشد از دست راست، چرا غالبا دست چپ کس با وصف که بنده ها میفهمه و ضعیف است و نسبت به دست راست قوتش کم است. ولیکن امام سعید بن دارمی گفته است که وصف دست چپ الله متعال نه این با معنی است که گویی که از دست راست الله متعال قوتش کمتر است، علیاذ بالله.
و امام سعید بن دارمی و امثال دیگری که استدلال کرده هستند به صحت بودن دست و به صحت بودن وصف دست چپ به الله متعال، به همین دو روایت استدلال میکنن. حدیث ابی الدرداء که گذشت و حدیث ابن عمر که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله که ثم یتوی الارضین بشماله، که الله متعال قاط میکنه و جمع میکنه زمین ها را به طرف چپش، بشماله به طرف چپش یا به دست چپش. و در مقابل کسانی که میگه با الله متعال دو دست است و هر دو دستش دست راست است، که ما هم به می عقیده هستیم و همین صحیح است ان شاء الله تعالی. اول استدلال ما قول الله تعالی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، که روزی که زمین به قبضه الله متعال می باشد روز قیامت و آسمان ها قاط شده هست به دست راستش، یعنی به قبضه دست راستش. و حدیث و استدلال ما از حدیث نبی صلی الله علیه و سلم رواه المسلم از حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما مرفوعا، که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان المقسطین عند الله على منابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل و كلتا يديه يمين، که عادلان به منابر از نور هستند به طرف راست رحمان، یعنی به طرف دست راست الله متعال و هر دو دست الله متعال و کلتا یدیه یمین، هر دو دست الله متعال راست است. و امام عثمان بن سعید الدارمی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کلتا یدیه یمین، این به است که نخواست نبی صلی الله علیه و سلم وصف ضعف را به دست چپ الله متعال بده، ولیکن صحیح است که الله متعال دست راست است و هر دو دست الله متعال دست راست است. واشی که در حدیث آمده هست از شمال و از یسار، یعنی شمال به طرف شمال چپ، یسار هم چپ به یک معنی. در اختلاف در لفظ حدیث، همین دو لفظ معنیش چرا در ظاهر احادیث دیگر در خلاف است. و بعضی کسانی که گفته هستند صحیح است که ما هم برش میگه ولی میگه با فرض صحیح از این حدیث بگیریم، کلمه یا اسم یسار و شمال با وصف طرف یا دست دیگر الله متعال آمده است، نه به ای که گویا که الله متعال داره دست چپ است. و همچنین احمد بن حنبل رحمه الله تعالی میگه که کما صح خبر الرسول صلی الله علیه و سلم انه قال، که خبر ثابت و صحیح از نبی صلی الله علیه و سلم که گفت وکلتا یدیه یمین، که هر دو دست الله متعال راست است. الإيمان بذلك فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، که میگه که حق همی است که نبی صلی الله علیه و سلم ثابت است که گفته است که هر دو دست الله متعال دستش راست است و ایمان ما به همی داریم. و کسی که به ایمان نبیارد و خلاف از را بگوید و بفهمد که می حدیث هم صحیح است او تکذیب کننده نبی صلی الله علیه و سلم است و به نبی صلی الله علیه و سلم دروغ بسته است. و همچنین ابو داود رحمه الله تعالی به سنن خود بر روایتی که میگه می روایت ذکر میکنه و میگه که بیده الاخرى، به دست دیگرش، اخرى یعنی دیگرش، دست دیگرش، نمیگه وصف شمال نمیته. پس تمام احادیث که جمع کنیم معلوم میشه به ای که اطلاق اسم یسار و شمال با الله متعال شاذ است، یعنی ضعیف است همین کلمه. واصل است که دست دیگر الله متعال و چیزی که صحیح است ثابت است به آیات قرآن و حدیث نبی صلی الله علیه و سلم و اردو دست الله متعال دست راست است. و برای اختصار روایاتی که متشابه است از کتاب القدر امام الفریابی اونا را ترک میکنیم به خاطر که شرحش یا گذشته می باشه یا در حدیث بعدی میآید که مشابه کی دیگر هستند به خاطر طولانی شدن درس. حدیث از علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز بیرون شدیم به جنازه. وقتی که جنازه خلاص شد به بقیع الغرقد رسیدن، یعنی قبرستان در مدینه هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و یک چوب را گرفت، یک چوبک خرد را و تو زمین میزد، یعنی میکن مثل که یک چیز را با ناخونت بکنی مثل از این کد چوب. فنکت به الارض. و بعد نبی صلی الله علیه و سلم سر خود را بالا کرد و گفت که هیچ یک از شما نیست و هیچ نفس تنفس کننده نیست، یعنی کسی که زنده هست هیچ زنده از شما نیست مگری که معلوم است جنتی بودنش و جهنمی بودنش و معلوم است شقی بودنش و سعید بودنش. یک مرد به نبی صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله آیا اعمال را ترک نکنیم و توکل کنیم به همین کتاب که نوشته شده است برای ما که سعید هستیم یا شقی، جنتی هستیم یا جهنمی، و کسی از ما از اهل سعادت باشه و خوشبخت باشه به سعادت میره و کسی که شقی باشه به طرف شقاوت، مثل که در حدیث عمر رضی الله عنه گذشت. نبی صلی الله علیه و سلم گفت که بل اعملوا فكل میسر له، بل عمل کنید و هر کسی میسر شده است و آسان شده است همو عمل برایش. عمل کسی که از اهل شقاوت باشد میسر و آسان است برایش عمل اهل شقاوت و عمل به همو عمل میکند، و کسی که اهل سعادت باشد عمل اهل سعادت برایش آسان است و میسر و به همو عمل میکند.
و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات را خواند که فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تا قول الله متعال که فسنيسره للعسرى. کسی که در راه الله متعال ببخشد و پرهیزگاری کند، یعنی عمل صالح کند و ادا و ایمان بیاره به توحید الله متعال و شرک نبیارد، به نیکو از الله متعال تصدیق الله متعال کنه و تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم و رسول الله متعال بکند، برایش آسانی میکنیم عمل خیر را. فسنيسره لليسرى. و کسی که تکذیب بکند، کفر کند به الله متعال و بخل ورزد به الله متعال، فسنيسره للعسرى. ما برزو آسان میکنیم سختی را، عمل پلید و شر را برش آسان میکنه که ما عمل را میکند. بس الله عز و جل است که آسان کننده اعمال خیر و شر از برای بنده. و اگر کسی بخواهد که ایمان بیاورد نمیآورد مگر اینکه الله متعال بخواهد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. و حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما گفت که نبی صلی الله علیه و سلم بیرون شد و به دستش 2 کتاب بود و گفت که اتدرون ما هذان الكتابان؟ آیا میفهمین یا میدانید که 2 کتاب به دست ما چی است؟ گفتن که نه یا رسول صلی الله علیه و سلم، مگر می که تو ما خبر بدی. گفت که یکی که به دست راست ما است، این کتاب رب العالمین است که نبی صلی الله علیه و سلم تمثیل میکرد به فهماندن و علم قدر، به فهماندن عقیده قدر برای صحابه نبی صلی الله علیه و سلم، که گفت این کتابی که به دست راست ما است کتاب رب العالمین است و به این نامهای اهل جنت نوشته شده است و حتی نامهای پدرانشان و قبایلشان حتی نوشته شده است. ثم اجمل على آخرهم، یعنی در آخر این کتاب همشان جمع شده از مجموعه از اینا که چقدر هستن، چند نفر هستن، تمامش نوشته شده است که نه دی بازیاتی میشه و نه هم دی کمی میشه. و کتابک به دست چپش بود، گفت که در این نامهای اهل جهنم نوشته است و نامهای پدرانشان هم نوشته است و قبایلشان هم نوشته است و جمع شده است مجموعهشان و نه کم میشود و نه زیاد میشود. صحابه گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم پس عمل برای چی گیریم وقتی که همه نام‌ها هر کدام نوشته است یا به اهل جنت یا به اهل جهنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سددوا و قاربوا. سددوا یعنی عمل را طلب کنید، به طلب عمل باشید بدون تکاسل و تنبلی و سعی کنید به حصول جنت و فعل خیرات و دوری از جهنم و فعل منکرات. و قاربوا یعنی عمل کنید با آنچه که امر شده هستین از استطاعتتان، به اندازه که نه دو تقصیر کنید و نه در او غلو کنید. ولا شک که ما سعی میکنیم و به همین حدیث نبی صلی الله علیه و سلم حجت میگیریم که هر بار که شیطان برای ما وسوسه کرد که وقتی که عمل نوشته شده هست ما چرا عمل میکنیم، ما میگیم که سددوا و قاربوا. هر وقت که از پیش ما گناه سر زد، بدبختی سر زد، علیاذ بالله کفر از ما سر زد، دوباره توبه میکنیم به الله متعال و سعی خود را میکنیم و به همو اعمال خاطر کردیم که الله متعال بر ما قدر کرده است به مواقع القدر، ولکن ما نمیدانیم که بر ما چی قدر شده است. از او خاطر نمیتونیم که تکیه هم کنیم و اتکال هم کنیم به قدر خود قسمی که در حلقه قبلی گذشت. و به ادامه حدیث نبی صلی الله علیه و سلم میگه که صاحب جنت یعنی اهل جنت به عمل اهل جنت برایش خاتمه داده می شود ولو هر عمل را که بکند، ولوی که هر عمل را بکند، و اهل جهنم به عمل اهل جهنم ولو هر عمل را که انجام بده، از خیرات باشد یا از صالحات. اصل الله العافیه و السلامه. و بعد دو کتاب را دور انداخت و گفت که فرغ ربکم من العباد. الله متعال خلاص شد یا مثلا اتمام کرد چیزی که از قدر بندگان بود است و گفت که فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یک فریق به جنت و فریق دیگر به جهنم. و موضوعی که حمل به خواتم است شرح دادم در درس قبلی. چی بسا کسان زیاد هست که ما دیده هستیم عمل اهل شر را میکرد، عمل اهل کفر را میکند و با عمل اهل جنت و به اسلام و توحید از برش ختم میشه. و بالعکس کسان هستن که به عمل و دیده هستیم سبحان الله عمل اهل اسلام را میکنن در آخر عمر به عمل اهل جهنم برشان خاتمه داده می شود. و سبحان الله انسان نمیداند که اهل جنت است و یا اهل جهنم و چیزی که از ما نمیدانیم که به چیز عمل ما خاتمه داده میشه. والله که سبحان الله جلد مؤمن خاشع میشه و حلق گلویش خشک میشه وقتی که ببینه که عمل خیر میکند ولکن نمیداند که به چه چیزی عملش برش خاتمه داده میشه. پس به عمل خود مغرور نشیم و فریب عمل خود را نخوریم. و چی بسا کسان هستند که سخت عابد و زاهد بودن و عالم بودن که مثال زیاد هست برشان ولکن به کفر رفتن. و چی بسا کسان بودن که سخت کافر و دشمن اسلام و مسلمین بودن و با عمل اهل اسلام برشان خاتمه داده شده است. و اگر مثال بزنیم کتاب ها باید نوشته شود در این باب ان لله و انا الیه راجعون. و هیچ کسی از نفاق و کفر در امان خود را نمیبینه و مطمئن نیست مگر اینکه منافق خود منافق. یعنی مؤمن هیچ وقت اطمینان از این نداره که ترس داشته باشه که کافر نشه. همیشه مؤمن در ترس است و در حراس است از اینکه در کفر نره و در نفاق نباشه.
و در مقابل کسی که مطمئن و آرام است و ترس نداره از اینکه کافر باشه یا مثلا امکان داره کافر شوه و از منافقین نباشه یا منافق شوه، و خود منافق است و عیناً منافق است. و اقوال سلف و حادثه که در این باب گذشته زیاد است، از جمله روایتی که ابن کثیر در کتاب خود البدایه و النهایه نقل میکند از ابی هریره رضی الله تعالی عنه که با جمع نشسته بودند. نبی صلی الله علیه و سلم امرش از پیششان گذشت و برشان گفت که شما از اهل جهنم است و دندانش به اندازه کوه احد است به جهنم. سبحان الله، صلی الله علیه و سلم. و ترسی که با وجود ابو هریره رضی الله تعالی عنه آمده بود، الله عالم از بوالتش، که شب و روز رضی الله تعالی عنه و ارضاه ترس ای داشت که نشود که امون نفر که نبی صلی الله علیه و وصف کرده است ما باشم. و این خبر به ذهنش همیتو بود تا این که همین مجموعی که در بینش ابو هریره رضی الله عنه شش تا بود، همشان وفات کردن، به اسلام رفتن، به اسلام برشان خاتمه داده شد، الا اینکه ابو هریره رضی الله عنه ماند و یک مرد دیگر به نام رجال بن عنفه. و این رجال که بود مرد بسیار عابد، حافظ، عالم، زاهد، خاشع، بسیار خاشع بود و با نبی صلی الله علیه و سلم بود و از نبی صلی الله علیه و سلم علم را گرفت. و هر بار که ابو هریره رضی الله عنه را میدید به این رقم عبادت سخت و اجتهاد و زهد، ترسش به نفس خود زیاد میشد. وقتی که عمل زور نسبت به عمل خود فکر میکرد کمی کسی که نبی صلی الله علیه و وصف کرده شاید ما باشم. و وقتی که بنی حنیفه مرتد شدن و مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همین شقی رجال را فرستاد صلی الله علیه و سلم که به پیش مسیلمه کذاب بره و او را به اسلام دعوت کنه و بگه که به اسلام خود باشن. چرا اصلا همین رجال از قبیله مسیلمه کذاب بود که با وفد به پیش هیئت به نبی صلی الله علیه و سلم آمده بودن و مسلمان شدن. وقتی که این رجال پیش مسیلمه رفت و مسیلمه فریبش داد با مال متاع دنیا و با ملک دنیا، به شرط این که شهادت بده که نبی صلی الله علیه و سلم را دیده است و شنیده است که او گفته است که مسیلمه کذاب با ما شریک است در این امر، یعنی در امر نبوت. لعنه الله، کافر شد صلی الله علیه و سلم و مال متاع دنیا هم برایش نماند و آخرت هم ازش رفت، خسر الدنیا و الاخره. و در مقابل وحشی که قاتل حمزه رضی الله تعالی عنه بود مسلمان شد و کسی بود که مسیلمه کذاب را قتل کرد و رجال هم کشته شد و هیچ چیزی برایش نفع نرساند. وقت ابو هریره رضی الله عنه خبر را شنید، به سجده افتاد به شکر الله متعال از خوشی که برش رسیده بود. سبحان الله، موقف بسیار سخت است که الله متعال ما را توفیق عمل اهل جنت را بدهد که عمل میکنیم ولیکن نمیدانیم که با عمل ما به اهل جهنم بر ما خاتمه داده میشه یا به عمل اهل جنت. با کتاب مسائل امام الاحمد از ابو داود که میگه شنیدم مرد به احمد رحمه الله تعالی گفت که قدریه میخواند که ما بگویم برشان که زنا به قدر است و دزدی به قدر است. امام احمد رضی الله عنه برش گفت که الخیر و الشر من الله، بگو که خیر و شر از جانب الله متعال است. و ما هم میگیم که خیر و شر از جانب الله متعال است برای کسانی که میگن الله ما را مجبور ساخته است به عمل به منکرات. و در کتاب السنه للخلال وقتی به احمد گفتن که الله مجبور ساخته است، که الله بنده را مجبور ساخته است به طاعت خود، احمد بن حنبل گفت که بئس ما قال، چی بد گفتن، چی بد مقاله که گفته است. و در روایت دیگر آمده است که هکذا لا یقال، این رقم نباید گفته شود بلکه بگویند که الله کسی را بخواهد هدایت میده و کسی را بخواهد گمراه میکند. حديث بعدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كأز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله توبى لهذا عصفور من أصافير الجنة لم يعمل سوء ولم يدر به. فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. این حدیث به این روایت ضعیف است، چرا طلحه که از درجه ضعیف است. میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جنازه از طفل خواسته شد که بالش نماز بخواند. ما گفتم به نبی صلی الله علیه و سلم که خوشا به حال ازی طفل که پرنده از پرنده های جنت است، نه هم عمل بد کرده است و نه هم میدونه به عمل بد که عمل بد چی است. نبی صلی الله علیه و سلم به جواب عایشه گفت که و غیر ذلك یا عایشه، یا غیر از این باشه عایشه که تو گمان داری. میگه که الله متعال جنت را خلق کرد و برای جنت اهل خلق کرد. امین جنت را برای از او خلق کرده است، یعنی بندگان خود به اونها خلق کرد و اونها در پشت پدرانشان بودند. و امین رقم برای جهنم هم اهل خلق کرد و جهنم را هم برای اهل از جهنم خلق کرده است و اونها در پشت پدرانشان بوده است. موضوع اطفال که از پدر و مادر مسلمان باشد یا کافر وقتی که بمیرد آیا آنها به جنت است یا دوزخ، میگیم که حکم اطفال در دنیا معلوم است که از مادر پدر مسلمین باشه مسلمان، از مادر پدر کافر باشه کافر. و حکم اسلامشان و کفرشان در درس فطرت بیان کردیم که کفایت میکند ان شاء الله تعالی و کسی که میخواهد میتواند رجوع کند. البته یکی فطره هست با ت و یکی هم با تا، با زبان فارسی عامیانه با ت و طوی
و فترتی که ما گفتیم بطوی است یا بطاء است که شروع خلق الله متعال است و گرفتن عهد و میثاق از بندگانش. و فترتی که بطی هست و زمان است که بین عیسی علیه السلام بوده است و بعثت نبی صلی الله علیه و سلم. و اما حکم جنتی بودن و جهنمی بودن اطفال که جنتی هستند یا جهنمی علم غیب الله متعال است که جز الله متعال کس دیگه نمیداند. و میگیم که الله اعلم بما كانوا عاملین، که الله متعال میدانست به چه چیزی که اونا عمل میکردن، مثل که نبی صلی الله علیه و گفته است و در حدیث دیگر حال میاد. یعنی وقت الله متعال قدر را نوشته باشد و اهل جنت و جهنم را خلق کرده باشد و معلوم باشد، پس این طفل از جمله زمانه هست و این طفل غیر مکلف است و غیر مکلف هم معلوم است که شقی است و یا سعید و از کدام فریق است، از فریق جنت و یا از فریق جهنم. و در حدیث دیگری که حدیث صادق المصدوق است عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که امی شقی بودن و سعادت بودن یک بنده به شکم مادرش نوشته میشه. پس طفل وقتی که به دنیا میاد و برش روح دمیده میشه تمام کتابش نوشته میشه سعید بودن و شقی بودنش. پس وقتی که بمیره به همون چیزی که نوشته شده از به همون میمیره. اگر اهل سعادت باشه به جنت میره و اگر اهل شقی باشه و شقاوت به جهنم. ولوی که مکلف نشه و عمل نکرده است، یعنی اگر زنده میموند همون عمل را میکرد که الله متعال برش خواسته بود، همون عمل را میکرد که بر از مو خلق شده بود از اهل سعادت و از اهل شقاوت. و اما حکم اولاد مسلمین و اطفال مسلمین که قبل از سن تکلیف وفات کنند و بمیرند، میگیم که به شکل عام حکم اطفال مسلمین در آخرت به جنت هستند و در این شک نیست، ولکن به کسی خاص نمیکنیم که فلانه از اولاد مسلمین به جنت است. چرا ما نمیفهمیم که پدرش واقعا به پیش الله متعال مسلمان است یا خود همی طفلش سعید نوشته شده است یا شقی. همین است که اهل سنت میگن که ما مسلمان هستیم ان شاء الله. چرا نمیفهمیم که به پیش الله متعال مسلمان خلق شده هستیم یا شقی خلق شده هستیم. از ابی هریره رضی الله تعالی عنه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت که ذرار المؤمنین یکلفهم ابراهیم علیه السلام فی الجنه، که اولاد مؤمنین را ابراهیم علیه السلام به کفالت خود گرفته است در جنت. رواه حاکم و احمد و ابن حبان. و در روایتی که مسلم از ابی حسان روایت میکنه قال قلت لابی هریره رضی الله تعالی عنه انه قد مات لی ابنتان، که میگه ما گفتم که دو دخترک ما فوت کردن. فما انت محدثی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم بحدیث تطیب به انفسنا عن موتانا. آیا نیست که یک حدیثی بگویی، یک چیز از نبی صلی الله علیه و سلم بر ما بگویی که امین قلب ما راحت شوه بالای مردگان ما که به چی حالت هستند؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که قال نعم، بله برتان میگم صغارهم دعامیز اهل جنه. صغار ایرا مستقیم خاص نکرد به که از تو، بل گفت که از مؤمنین از مسلمین اطفالشان دعامیز اهل جنه. دعامیز که است زندجانه که در آب است هرگز آب را ترک نمیکنه و مثال به جنت زد که گویا در جنت است هرگز جنت را ترک نمیکند و یکی از اونها پدر خود یا مادر خود را میبیند و از لباسش میگیرد یا از دستش میگیرد ترکش نمیکند تا اینکه به داخل جنت ببرشه. ولا شک که جز نفس مؤمنه و نفس مسلمه به داخل جنت کسی دیگه نمیشه و حرام از جنت الله متعال به اهل کفر و ملل کفر. نووي اجماع نقل میکنند به اینکه میگه اجمع من يعتمد به من علماء المسلمين ان من مات من اطفال المسلمين فهو من اهل الجنه لانه ليس مكلفا، که اجماع هستند با از کسانی که از علمای مسلمین اعتماد میشه بالایشان که هر کی از اطفال مؤمنین وفات کند اونا از اهل جنت هستند به خاطر که مکلف نیستند. ولا شک که اطفالی که مسلمان خلق شده باشه الله متعال را سعید خلق کرده باشه به لوح محفوظ و با کتابی که در شکم مادرش نوشته شده از بالایش بار دوم و از اهل سعادت است و بدون حساب و کتاب به جنت میشه و بدون از اینکه عمل نکرده است که الله متعال از او حساب بگیره. وقال ابن رجب غیر اهل التکلیف كاطفال المؤمنین في الجمهور لانهم في الجنه، کسانی که اهل تکلیف نیستن از مثل اطفال مؤمنین جمهور به هستند که در جنت هستند. وقد حكى امام الاحمد الاجماع على ذلك، امام احمد اجماع به ذکر کرده است و كذلك نص الشافعي همچنان الشافعي به گفته است على ان اطفال المسلمين في الجنه كاطفال المسلمين در جنت هستند و جاء صريحا عن السلف على ان الروح في الجنه، و بقول صریح و واضح السلف آمده است که روحشان به جنت است. و همچنان ابن عبد البر در کتاب خود در تمهید میگه که واجمع المسلمون من اهل السنه و غیرهم الا المجبر جبریه را میگن ان اولاد المؤمنین فی الجنه، که تمام مسلمین از اهل سنت
و غیر اهل سنت به این هستند که اطفال مؤمنین به جنت هستند الا جبریه. و امام احمد هم گفته است که لا یختلف فیهم احد انهم من الجنه. هیچ کس خلاف از این نیست، با خلاف از این نگفته هستند که اونها در جنت هستند. و هر چی از سلف نقل شده است قول عام است که لا شک که اولاد مسلمین به اهل جنت هستند و ما هم به همین هستیم، ولکن هم مسلمانه که به پیش الله متعال مسلمان است. و اطفال مسلمین روز قیامت امتحان نمیشوند، چرا اساسا مسلم خلق شده هستند، قسم گفتیم، و برای جنت خلق شده هستند و اهل جنت هستند. و آثار بعدی که میآید غالبش مشابه بعض هستند که شرح دادیم با آثار که گذشت. حدیثی که از ابی بن کعب رضی الله عنه در قول الله متعال آمده است که الله متعال میگه و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهیدنا. و یاد کن وقتی که رب تو یا رسول صلی الله علیه و سلم از پشت فرزندان آدم نسلشان را گرفت و آنها را برای خودشان شاهد گرفت و گفت که آیا من رب شما نیستم؟ گفتند بله یا رب. و این حقیقت است که تو رب ما هستی و شهادت میدهیم. الله عزوجل گفت که از شما قرار گرفتم تا نشود که روز قیامت بگویید که ما قطعا از این امر بیخبر بودیم. میگه که الله متعال اولادی آدم را ما و شما هم را جمع کرد وقتی که ما را از پشت پدرم آدم علیه السلام گرفت، به نطق آورد و گپ زدیم و از ما عهد و میثاق گرفت که من رب شما نیستم. هم ما گفتیم که بله یا رب. و الله متعال گفت که ما بالای شما 7 آسمان خود را و 7 زمین را و پدر شما آدم را شاهد میگیرم بالای شما به این اقرار که کردین تا نگوید که در این موقع در غفلت بودیم. و همین حقیقت است سبحان الله که همه بروی زمین به ربوبیت الله متعال ایمان دارد، حتی ملحدین در شک هستند به ادعای خود، ولکن الله متعال گمراهشان ساخته است و زور و بهتان خود را تکذیب میکنه و نفس خود را تکذیب میکند تا خود را قناعت بدن. و الا همه میگن که خالق ما را خلق کرده است، اما کفر کردن و شرک آوردن و تکذیب رسولش را کرده هستند. در ادامه حدیث میگه که ما و من رسول خود را برای شما میفرستم که همین عهد و میثاق ما را برای شما تذکر بدهد و یادتان بیارد و کتب را هم برای شما نازل میکنم. اولادی آدم گفتند که شهادت میدهیم که تو رب ما هستی، غیر تو رب نداره و نه اله است غیر تو. تا جایی که میگه قول الله عزوجل همی است که هذا نذیر من نذر الاولی، همی ترساننده آگاه کننده از میثاق اول. و همی قول الله متعال است که میگه و ما وجدنا علی اکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین. اکثر روزنا را ما به عهد که از اونا گرفته بودیم به عهد کنه بر ما دادن نیافتیم و اکثرشان را با از اهل فسق و فجور و کفر یافتیم. و همی از قول الله متعال که میگه ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. که ما بعد از این ما رسول و فرستان به قومشان و این رسول به براهین و آیات الله متعال برشان رفت، ولکن نبود که اونا ایمان بیارن به چیزی که از قبل تکذیب کرده بودن. و میگه که کان فی علمه یوم اقر ما اقر به و من یکذب به و من یصدق به. و علم الله متعال بود تم روزی که اینا اقرار کردن، کی به صدق اقرار کرد و کی به کذب و دروغ. که در بین ذریه آدم علیه السلام روح عیسی ابن مریم علیه السلام هم بود که از عهد و میثاق گرفته شد و همون روح به نزد مریم علیه السلام آمد، قسمی که گذشته از همراه ما به تفسیر سوره آل عمران. و حقیقتا که الله متعال رسول را فرستاده است تا مشرکین را با یادشان بیارد عهدشان را، ولکن نبود که مشرکین ایمان بیارد به عهدی که از قبل دروغ و کذب گفته بودند به او. حدیث حارث بن نوفل که عمر بن خطاب وقت صلح کرد با اهل نصارای فلسطین، وقت رفت به خطبه دادن جاثلیق که کلانشان بود امیرشان بود روبروی عمر استاد شده بود. وقتی که عمر حمد و ثنای الله متعال گفت که من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، که الله متعال کسر بخواه هدایت میته و گمراه کننده به اونیست و کسر گمراه کنه هدایت دهنده به اونیست. این ملعون جاثلیق گفت که الله متعال کسر را گمراه نمیکنه. عمر رضی الله عنه از ترجمان پرسان کرد که ای چی گفت؟ ترجمان گفت که چیزی نه و بعد دوباره تکرار کرد عمر رضی الله عنه قول خود را و ای شقی گفت که الله متعال کسر را گمراه نمیکنه. وقتی که عمر پرسان کرد که چی گفت، ترجمان برش گفت که این میگه که الله متعال کسی را گمراه نمیکند. عمر با غضب گفت که کذبت عدو الله، دروغ گفتی یا عدو الله، دشمن الله متعال. اگر نبود که عهد ما با شما می بود و عهد با شما می داشتیم سرت را قطع میکردم، چرا عهد کرده بودن با دادن جزیه. بل الله متعال میگه تو را خلق کرده است و الله گمراهت کرده است و الله میمیرند و بعد به جهنم داخلت میکند ان شاء الله. بعد گفت که الله متعال وقت آدم را خلق کرد اولادش را گرفت و نوشته کرد، اهل جنت را نوشته کرد آنچه که آنها عمل میکند و اهل جهنم را و آنچه که آنها عمل میکند، حتی اعمالشان را هم نوشته کرد و میداند الله متعال. و بعد گفت که اینها به این یعنی به جنت و اینها هم به این یعنی به جهنم. و مردم دوباره تذکر کردن قدر را و یاد کردن و هیچ کس انکار نکرد و متفرق شدن همگی رفته. و سعید بن جبیر از ابن عباس رضی الله عنه
که گفت وقت الله متعال آدم را خلق کرد اولادش را به مثل ذرات گرفت و نامهایشان را نامهای پدرانشان را گرفت و گفت فلان ابن فلان ابن فلان این و این عمل را میکند و فلان ابن فلان فلان ای و ای عمل را میکند و بعد دست خود گرفت و گفت اینها برای جنت و اینها هم برای جهنم. یعنی هر یکی از ما با نام و نام پدرمون گرفته شده، برای ما اعمالی که الله متعال به علمش گذاشته است قدر کرده است برای ما و ما عمل را میکنیم. و حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن الحسن حدثنا ابو ليلى عن ابراهيم بن ابي حره قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز في قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك قال الذين لا يختلفون خلقهم الله عز وجل للرحمه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی برای ما ناشته کرد که قول الله متعال را گفت در همیشه در اختلاف هستند مگر کسانی که الله متعال رب تو بر او رحم کند. یعنی همیشه در اختلاف چی هستند؟ در اختلاف ادیان. هر کس به خود یک دین یک راه را میگیرد الا کسی که الله متعال رحمت کرده باشد. و رحمت الله متعال مسلمین هستند که میگه الذين لا يختلفون، که کسانی که اختلاف نمیکنند اونها را الله متعال به رحمت خود خلق کرده است. یعنی ما همچنین حسن بصری رحمه الله تعالی در قول الله متعال گفته است که همیشه در اختلاف هستند. گفت که مردم به دین‌های مختلف متفرق هستند. حقیقتی که ما امروز می‌بینیم اگر حساب کنیم به هزارها دین خو هست سبحان الله، الله المستعان. و قوم مشرکین ما منتسبین به اسلام هم از اختلاف و از تفرق دینی دور نیستند و دور نموندند، بل نصیب اغلب از قوم منتسبین به اسلام از مشرکین قوم ما هست که هر یکشون به یک عقیده فاسد باطل ابلیس هستند. میگه که الا ما رحم ربک، الا کسانی که الله متعال رحمتش کند و رحمتش کرده باشد و کسی را که الله متعال رحم کند اختلاف نمیکند، یعنی دین غیر اسلام را به پیش نمیگیرد. ولذلك خلقهم، و برای امی الله متعال آنها را خلق کرده است، به همین آنها را خلق کرده است. اهل کفر را با کفر خلق کرده است، اهل اسلام را به اسلام خلق کرده است و اهل جهنم را به جهنم خلق کرده است و همان اهل جهنم خلق میکنه و به همون خلقش کرده است که عذابش بکنه و اهل اسلام را با جنت خلق کرده است و به همین خلقش کرده است که رحمتش کنه و با جنتش داخل کنه. و آنچه که از حسن بن بصری رحمه الله تعالی قدری ها حجت میگیرن که حسن بصری گویایی که قدریه بوده است و به قدر قول گفته است، کذب و دروغ است به پایش و تهمت است. مثل که ایوب سختیانی رحمه الله تعالی میگه وقتی که ما بیان کردیم دیدیم که حسن بصری گپ نگفته بود. همین بر ما کافی است شهادت السلف ما ایوب سختیانی رحمه الله تعالی رحمت واسعه که حسن بصری و همچنین اقوال حسن بصری در خلاف از که قدریه حجت میگیرن به قولش باطل است عقیدهشان و تکذیبشان به حسن بصری رحمه الله تعالی. و حدیث بعدی حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه میگه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت که الله متعال خلق را و تاریکی خلق کرد و بعد از نور خود برایشان پاشید. کسی که نور برایش رسیده باشد هدایت شد و کسی که نور نرسیده گمراه شد. عبدالله گفت که به همین است که میگم که قلم خشک شده است به آنچه که الله متعال میدانست، به علم الله متعال. و رسیدن و نرسیدن نور هم به اراده الله متعال بود و ان شاء الله که از جمله کسان باشه که نور بر ما رسیده باشد و الله متعال ما را به عمل اهل جنت استعمال کند و به همین قدر کفایت میکنیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.